تا حال درباره کشوری فکر کردی که دارای چند ایالات می باشد؟ کشوری که همه ما از آن رویایی در سر داریم، آمریکا. در این ویدیو می خواهیم به کشوری آمریکا بپردازیم و از شما تقاضا می نمایم چینل ما را سابسکرایب نمایید و با ما بپیوندید تا دنیای از معلومات را با خود داشته باشید. بیایید با هم ویدیو را شروع نماییم. آمریکا دارای 50 ایالات می باشد که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارد. بزرگترین ایالت آلاسکا با مساحت 1.7 میلیون کیلومتر مربع می باشد و کوچکترین ایالت رود آیلند با مساحت 400 کیلومتر مربع می باشد. پرجمعیت ترین ایالت کالیفرنیا با بیش از 39 میلیون نفر می باشد. کم جمعیت ترین ایالت وایومینگ با کمتر از 600,000 نفر می باشد. کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا از مهمترین و پرجمعیت ترین ایالت‌های آمریکا هستند. نفوس ایالات متحده آمریکا حدودی 330 میلیون نفر جمعیت دارد که آن را سومین پرجمعیت ترین کشور جهان بعد از چین و هند مینامند. ترکیب قومی و نژادی جمعیت آمریکا از اقوام و نژادهای مختلفی تشکیل شده است. سفید پوستان حدودی 60% اکثراً از اروپا تبار هستند. سیاه پوستان آمریکایی ها حدودی 13% نفوس آمریکا را می باشد. لاتین تبارها هیسپانیک ها حدود 19% اکثراً از مکزیکو، کوبا و آمریکای لاتین هستند. آسیایی ها حدودی 6% اکثراً از چین، هند، فیلیپین و کره می باشد. سرخپوستان بومی و سایر گروه ها کمتر از 2% می باشد در این کشور. توزیع نفوس شهرهای بزرگ و پرجمعیت آمریکا شامل نیروبی 8 میلیون نفر، لس آنجلس حدودی 4 میلیون نفر، شیکاگو حدودی 2.7 میلیون نفر، هیوستون حدودی 2.3 میلیون نفر و غیره هستند. ایالت‌های پرجمعیت کالیفرنیا بیش از 39 میلیون نفر، تگزاس 30 میلیون نفر، فلوریدا 22 میلیون نفر و نیروبی 19 میلیون نفر می باشد. مناطق غربی و شمالی آمریکا نسبت به جنوب و شرق نفوس کمتری دارند. رشد نفوس و مهاجرت نفوس آمریکا نسبت به گذشته آهسته شده، اما هنوز هم سالانه حدود 1 میلیون مهاجر قانونی وارد این کشور می شوند. آمریکا یکی از بزرگترین کشورهای مهاجرپذیر در جهان است و مهاجرت نقشی بزرگی در افزایش نفوس آن دارد. شهرنشینی و زندگی در شهرها حدودی 83% جمعیت در مناطق شهری زندگی می کنند، در حالی که فقط 17% در مناطق روستایی هستند. شهرهای آمریکا از نظر تنوع فرهنگی بسیار غنی هستند و مهاجران از سراسر جهان در آنجا زندگی می‌کنند. جغرافیای ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین کشورهای جهان است که در آمریکای شمالی موقعیت دارد. این کشور دارای 50 ایالت و یک منطقه فدرالی واشنگتن دی سی می باشد. موقعیت جغرافیایش هم مرز با کانادا، جنوب هم مرز با مکزیکو، شرق هم مرز با اقیانوس اطلس، غرب هم مرز با اقیانوس آرام. همچنین ایالت آلاسکا در شمال غربی قاره آمریکا قرار دارد و از طریق خشکه با کانادا هم مرز است. ایالت هاوای نیز در اقیانوس آرام موقعیت دارد. مساحت آمریکا حدود 9.8 میلیون کیلومتر مربع است که آن را سومین کشور بزرگ جهان بعد از کشور روسیه و کانادا می‌نامند. مناطق طبیعی و جغرافیایی آمریکا دارای تنوع جغرافیایی زیاد است. کوههای راکی در غرب کشور، دشت‌های بزرگی گریت پلینز در مرکز، رودخانه
میسیسیپی که یکی از طولانی‌ترین رودخانه‌های جهان است، صحرای موهاوی در جنوب غرب، جنگل‌های بارانی در شمال غرب، واشنگتن و اوریگان، سواحل طولانی در شرق و غرب با آب و هوای متنوع. منابع طبیعی آمریکا دارای منابع طبیعی فراوان مانند نفت، گاز، زغال‌سنگ، طلا، نقره، جنگل‌ها و زمین‌های زراعتی است. تاریخ کوتاه و جذاب آمریکا. دوره بومیان آمریکا قبل از سال 1492، قبل از ورود اروپایی‌ها، بومیان آمریکا یعنی سرخپوستان هزاران سال در این سرزمین زندگی می‌کردند. آنها تمدن‌های بزرگ مانند آزتک‌ها و اینکاها را در آمریکای مرکزی و جنوبی ایجاد کرده بودند. کشف آمریکا. در سال 1492 کریستوف کولوم، دریانورد ایتالیایی که در خدمت اسپانیا بود، در سال 1492 به جزایر کارائیب رسید. پس از آن کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، فرانسه و بریتانیا شروع به استعمار بخش‌های مختلف آمریکا کردند. تأسیس 13 مستعمره بریتانیا. تا قرن 17 میلادی بریتانیا 13 مستعمره را در ساحل شرقی آمریکا تأسیس کرد، اما مردم این مستعمرات از ظلم و مالیات‌های زیاد بریتانیا ناراضی بودند. انقلاب آمریکا و استقلال آن. در سال 1776 میلادی مردم مستعمرات علیه بریتانیا شورش کردند و اعلامیه استقلال آمریکا را تصویب کردند. رهبران این انقلاب مانند جورج واشنگتن و توماس جفرسون توانستند پس از جنگ با بریتانیا در سال 1786 استقلال آمریکا را به دست آورند. گسترش آمریکا و جنگ داخلی. در سال 1865 آمریکا به سمت غرب گسترش یافت و ایالت‌های جدید اضافه شدند. در قرن 19 میلادی اختلاف بر سر بردهداری باعث جنگ داخلی آمریکا شد که بین ایالت‌های شمالی و جنوبی رخ داد. شمال پیروز شد و بردهبرداری لغو گردید. قدرتگیری آمریکا در قرن 20. در جنگ جهانی اول در سال 1917 و جنگ جهانی دوم در سال 1945 آمریکا به قدرت جهانی تبدیل شد. بعد از جنگ در دوران جنگ سرد با شوروی رقابت داشت و در سال 1969 انسان را به ماه فرستاد. آمریکا امروز یکی از بزرگترین و قدرتمندترین نفوذهای اقتصادی و فرهنگی جهان است و تأثیر زیادی بر سیاست و تکنولوژی جهان دارد. دوستان عزیز، تشکر تا این دم ویدیو ما را بیننده بودید و تشکر از کسانی که ویدیوی ما را شیر می نماید با دوستانشان. حال از شما تقاضا می نمایم چینل ما را سابسکرایب نمایید و با دوستانتان شریک سازید و ویدیوهای ما را لایک نمایید.